بزرگترین کارها از کوچکترین قدم‌ها شروع میشه. بیا اینجا بهت بگم که چجوری با یه دونه بادکنک ماری گل درست کنی که حتی میتونی با تعداد بیشتر دسته گل درست کنی، دیگه پول بابت دسته گلای گرون قیمت ندی. واسه این کار بادکنک تو به اندازه‌ای که لازمه باد می‌کنی و بعد یه ذره جلوتر یه مقدار از بادش کم می‌کنی و واسه یه گره زدن یه مقدار بادکنک رو آزاد می‌کنی. و برای گره زدن به این صورت من یه مقدار آرومتر این کار رو انجام میدم که شمایی که میخواین انجام بدید به صورت راحت‌تر بتونید انجام بدید. بادکنکمون رو که باد کردیم و گره زدیم، میریم سراغ این مرحله که چند بار بادکنکمون رو فشار میدیم که بادکنک نرم‌تر بشه و بعد به اندازه 4 تا انگشتمون بادکنک رو جدا می‌کنیم و نصفش می‌کنیم به این صورت و این دم بادکنک که اضافه است و دور این بادکنک میپیچیم و به این صورت گیر میدیم که در نیاد. حالا این بادکنک رو داریم. ما برای اینکه گل رو بتونیم تکمیل کنیم و به این صورت و به این صورت برسونیم کافیه که این شکل بادکنک رو به صورت 4 یا 5 بار تکرارش کنیم. اینجا برای خودشون آهنگ می‌کنم. در مثلا همین موزیک گذاشته کنم صدا ما دم بادکنکی که اضافه است رو جدا می‌کنیم و این اضافه رو دور بادکنکمون می‌پیچیم. و بعد از اون بادکنک‌ها رو فقط کافیه که کنار هم دیگه قرار بدیم. اصلا ترکیب بادکنک هست چون بادکنک جنس لاتکس رو به راحتی‌ها قرار نیست بترکه. مگر اینکه پیچ‌های خیلی بعد برید جلو نهایت که بعد کم میشه مثلا 5 بره این 6 بره این 5 بره. برای این قنچه‌ای که روی کار هست لازم نیست دوباره برید یه بادکنک دیگه پاره کنید یا پات کنید. همین دم اضافه‌ای که داره رو استفاده می‌کنیم برای صرفه‌جویی. این رو هم مثلا لازم نیست دوباره نه گره کنید نه چیزی. به این صورت دور بادکنک رو میندازیم و تمام. شما یه دسته گل بادکنکی دارید به این صورت که لازمش اینه که اینها رو تکرار کنید. حالا 5 شاخه میخواید 10 شاخه میخواید که در ادامه ما شاخه‌ای که زیر این گل میزنید رو بهتون آموزش میدیم و تکمیل کردن دسته گل. با ما باشید.